اعتراضگران علیه فساد در خیمه‌زاری که در کشینیوف پایتخت مولداوا قامت افروخته است جمع می‌شوند. آنها میگویند تا زمان استعفای پرزیدنت مولداوا نیکولای تیموفتی میدان مجلس ملی را ترک نخواهند کرد. تظاهرگران استعفا همراه دزدان گفته شعار میزنند و همچنین انتخابات پیش از مهلت و استعفای رهبران بانک مرکزی و دادستانی کل را طلب دارند. روز 6 سپتامبر در گردهمایی در مرکز کشینیوف 60,000 نفر جمع شده بود. آنها از گم شدن 1 میلیارد دلار از سه بانک کشور در یک سال پیش به خشم آمده‌اند. مردم مولداوا با تورم، پایین رفتن سطح زندگی و بی‌قرب‌شوی پول ملی کشور روبرو میباشند. در کابل پایتخت افغانستان تظاهرگران علیه افزایش بیکاری به خیابان‌ها ریختند. این کشور آمار دقیق درباره بیکاری ندارد، ولی وزارت شغل و امور اجتماعی افغانستان میگوید تقریباً 3,600,000 نفر جای کار ندارند. سازمان دهندگان اعتراض ادعا دارند که در پی روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در یک سال پیش میزان بیکاری باز هم بالا رفته است. اعتراضگران میگویند کمبود مداوم جایهای کاری نه فقط باعث فقر بلکه سبب بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان می شود. پلیس ولایت خیبر پختونخوا پاکستان نخستین مکتب فناوری‌های نوین در شهر پشاور را باز کرد. افسران به آموزش کامپیوتر شروع کردند. هدف از این سریعتر کردن رسیدگی پلیس به درخواست و شکایت‌های مردم است. مقامات میگویند مکتب نو به نوسازی نظام پلیس ولایت کمک کرده به مردم امکان می‌دهد که شکایت‌های خود را به شکل آنلاین ارائه کنند. فعالان در جمهوری تاتاریستان روسیه علیه درس‌های حتمی زبان تاتاری برای خوانندگان روس زبان اعتراض کردند. در این جمهوری هم روسی و هم تاتاری زبان‌های دولتی اعلان شده اند و هر دو زبان به برنامه تعلیمی مکتب‌ها شامل شده است. ولی فعالان روس زبان چند سال باز علیه تعلیم زبان تاتاری مبارزه می‌برند. در اعتراض روز 6 سپتامبر تظاهرگران گفتند که درس‌های زبان تاتاری مانع آموزش مناسب فن‌های دیگر برای خواننده‌های روس زبان می‌شود. پژوهشگاه رهبری بین المللی مکین در تفلیس پایتخت گرجستان انجمن دو روزه بین المللی را آغاز کرد. انجمن موسوم به منظره نوی ژئوپلیتیک اروپا همراه با مرکز تحقیقات سیاست‌های اقتصادی دایر کرده می شود. در این همایش مقامات سیاستساز امریکا و اروپا و گرجستان دیدگاه‌های خود درباره اروپای آزاد و آسایشته و متحد و چالش‌های ایستاده در روبروی کشورهای اروپای شرقی را به بحث می‌کشند.